نوشته ای که من دارم شاید. درسته. چند دقیقه میشه تقریبا که من یه وقت خاص به شما بدم در اون برنامه ملل تحت ستم در ایران؟ البته من اونجا هر کاری کردم این شماره مسدوده، شما نمیتونی مثلا زنگ بزنی. خب پس من یه کار دیگه میکنم. من شماره تلفنی رو شما بعد از پایان این برنامه لطف کنین با من تماس بگیرین، من شماره‌ای به شما میدم که با هم هماهنگ کنیم برای شرکت در برنامه ملل تحت ستم که در اونجا بتونید دردها و مشکلات مردم بلوچ رو به طور گسترده طرح بکنید. انشالله هماهنگی میکنم. چشم، من هستم خدمتتون. چشم، موفق و مؤید باشید برادر عزیزم. آقای عبیات، این برادر در خصوص مسائل بلوچستان گفتن همون مشکلاتی که در اهواز هم هست در اونجا متأسفانه لازم زبان هست. سلام علیکم، بفرمایید. صدای بنده رو دارید؟ بفرمایید دوست عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. سجودی هستم. بنده به عنوان یک بیننده میخوام سوالی رو خدمت مهمان گرامیتون عرض کنم. به به استاد عزیز جناب آقای سجودی، بفرمایید. حاجت شما، مخلص شما. خواهش میکنم. سوال من این است که از این مهمان گرامی میپرسم که در طول تاریخ خودتون میدونید که منم یک گیلک هستم. بله. که در طول تاریخ کی فارسا در تهران در ایران حکومت کردن؟ مثال از وقت صفوی که ترکا بودن تا وقت قاجاریه. حالا که آقای خامنه ای ترکه، به یک معنی عرب هم هست، با عرض معذرت از شما، به یک معنی عرب هم هست. درست. آقای خمینی هم. من میگم که یعنی خود فارسا هم تحت ستم حکومت هستن، ولو که سنی چی باشن، اگه بر عقیده اونا نباشن. و میتونه عربی باشه بر عقیده اونا باشه و کنارشون باشه و بهش قدرت بدن. من اینجور فکر میکنم. این سوال من از ایشونه فقط که تا حالا کی فارسا حکومت کردن در ایران؟ همیشه حکومت به دست به اصطلاح اقوام دیگه بوده، خصوصا ترکا بوده و خود اونها زبان فارسی رو گسترش دادن. اگر ترکا نمی بودن، زبان فارسی رو گسترش نمیدادن، شاید که زبان فارسی مثل زبان گیلکی زبان فرعی می بود. این سوال بنده است. با عرض خواهش میکنم. پوزش از اینکه وقتتون خیلی لطف کردین. خواهش میکنم. جناب آقای عبیات، سوال رو متوجه شدین؟ بله. میخواید یادداشت بفرمایید چون بیننده دیگه هم هستم پشت خط. من سوال بعدی. خداحافظی میکنم از حضورتون. من خواهش میکنم. موفق و مؤید باشید. چشم. سلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز. الو. بفرمایید. آقای اسدنیا بشه. بفرمایید. با سلام خدمت استاد اسدنیا. و علیکم السلام. بفرمایید. ما واقعا به شما افتخار میکنیم. خواهش میکنم برادر عزیز. لطفاً توضیح دهید که افرادی که اکنون مخالف رژیم هستن، مخالف رژیم کشته میشوند، شهیدند یا مبعوثن؟ چشم. اینم یادداشت کردیم. چشم. الو، بفرمایید. الو. سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشین. بفرمایید دوست عزیز. استاد گرامی، از نظر تعویضات که در ایران فقط خودتون بهتر میدونید، از نظر مذهبی که امکاناتی به غیر از مذاهب شیعه تعلق میگیره. درسته. ولی متاسفانه در منطقه ما بزرگترین خیانت رو کسایی کردند که از آدمای پستی بودن، اونا رو به عنوان سفیدریش معرفی کردن و امکانات در اختیار اونا قرار دادن. همون مردم خودی که به عنوان معتمد و سفیدریش منطقه بوده بیشتر به مردم ظلم کردن. درسته. کسایی که در صدر بودن آدمای اصلی رو ترور کردن، کسایی که دیر حرف اینا نمیرفت، ولی افراد بی سواد و کم فرهنگی رو آوردن در صدر و در رأس قرار دادن و امکانات اقتصادی رو کلا در اختیار اینا قرار دادن. مثلا یه پایگاه‌های براشون درست کردن، پمپ‌های بنزین و جاگه‌های بی اختصاص دادن. اینا دولت اینا رو خرید. اینا بیشترین ظلم رو به مردم بلوچستان کردن. درسته. بعدم کسایی هم که خودتون میدونین وقتی که از قدیم میگفتن با کد خدا بساز و به ده بتاز. الان در بلوچستان هیچ
هیچ خونه ای نیست که یه نفر یا 2 نفر از افراد و خانواده به دست مستقیم اینا به کشته نشه. مستقیم نبودونی که مثلا مخفیانه باشه فلان باشه، علنا. متاسفانه این درزاد همه جا هست، ولی متاسفانه کسی اینجا جوابگو نیست. فردی از مدرک لیسانس داره میره گازوئیل کشی میکنه. اگر کسی را استخدام بکنن، اولا که استخدامش نمیکنن، اگر متوجه نشن مثلا سنی است، خودتون میدونید با مدرک لیسانس میذارنش در یه اداره زیر دسته دیپلم. درسته در ما را هیچ. بله این تبعیض‌ها متاسفانه هست. درسته. متشکرم از تماسی که گرفتید. لطف کردید. موفق باشید. خدا نگهدار شما. بیننده دیگرم تماس. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز. میخوام استاد عادل اسدنیده که صحبت کنم. بفرمایید، خودم هستم، مهمانمونم آقای ناصر ابیات هست. اگه سوالی داریم بفرمایید. الو، بفرمایید. صدای شما داره تو برنامه پخش میشه. از تلویزیون لطفاً گوش نکنید. صدای بنده رو از طریق تلفن بگیرید. گفتم که این آقا حرف می‌زنین دروغه. خب کجاش دروغه؟ بگید، توضیح بدید. بگین. خب گفتم نگاه کن، خب گازوئیل کشی که راست نمیگذاره، اون که میگه بلوچا رو نمیگذاره حاجت میکنه، این همه حرفه. نگاه کن، اونا هم دسوز بلوچا هستن، این که تهمت نزنه به اینا هم. یعنی بلوچ ها زیر فشار نیستن، فقر و محروم نیستن. نه داخل ایران، نه که ما داخل ایران خب اونا با بد نیستن، اینجا بد میگن، این افراد میزنیم بدتر میشه اینا. خب چه باید کرد برای این ظلمی که بر مردم بلوچ هست؟ به نظر شما چه باید کرد؟ خب صداشون قطع شد. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید دوست عزیز. میخواستم ببینم عزیزم این کشتاری که تو سوریه به راه افتاده. الو، بفرمایید صداتون هست. خب میخواستم ببینیم کشتاری که تو سوریه به راه افتاده از طرف دولت یا از طرف تروریست هایی که از خارج میان داخل. اینم جواب میدیم. چشم. خواهی چون اینا تمام هدایت شده غرب هستن. بله حتما. همش مسلمانی مثل عربستان بره زیر سلطه آمریکا. بله همه توطئه غربه. درست. الو بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. شبکه کلمه. بله بفرمایید دوست عزیز. سلام علیکم دوست عزیزم. بفرمایید. بفرمایید. زنگ زد گفت که به بلوچه هیچی نمیکنه آقا، یه که تقریبا 2-3 هفته قبل. بله. بچه ها 7-6 نفر بودن از امارات آمدن که گذرنامه‌شون پاکستانیه. درسته. تو گذرنامه ایران اینجا اقامه نمیشه، ویزا نمیشه. گذرنامه پاکستان که رفتن کار کردن امارات، آمده پاکستان از مرز میخوان رفت نگذاشتن. درسته. اینا با دیگه میخوان برن با دوزی دیگه حمله کردن، نه هشتور دارن نه چیز دارن، تیراندازی شروع کردن. درسته. 3 نفر کشتن. 3 نفر کشتن. آقا همین کشتن، بعد تنها تو گردن بستن پشت ماشین و بردنش. یکی میگه گردنش سرش جرا شده. حالا شما کشتی تو ماشین بذار دارید نه؟ درست. آقا نه تجار داشتن، نه هیروین داشتن، نه مواد داشتن، هیچ نداشتن. باری صاف دستی بودن. دستگیرش کنید، نه تفنگ داره نه اسلحه‌ای داشتن. درسته. دستگیرش کنید، برید آقا شما چیکار ایران؟ آقا ایرانی هستن. نگاه شما آقا ایرانی هستن. چرا رد پاکستان؟ تحقیق کنید. نه تحقیق نه چیزی اندازشون کردن آقا. متاسفانه. بله این واقعیت است که متاسفانه در بلوچستان موجوده و کاملا مشخصه و کسی نمیتونه این رو